یه بیتی دیگه هم در این غزل شاهانه حافظ هست که در اغلب نسخ نیست، در یکی دو نسخه من دیدم، ولی از حق این بیت زیباست. یعنی حافظ میاد انسان رو تا جایی میبره که میگه که خدا وقتی میخواد خودشو ببینه انسان رو ببینه. نظری خواست که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. من نمیدونم این بیت چرا در اغلب نسخ نیست، ولی من خیلی از این بیت خوشم میاد و دوستش دارم. نظری خواست که بیند به جهان صورت خویش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. یه بیتی دیگه هم در این غزل شاهانه حافظ هست که در اغلب نسخ نیست، در یکی دو نسخه من دیدم، ولی از حق این بیت زیباست. یعنی حافظ میاد انسان رو تا جایی میبره که میگه که خدا وقتی میخواد خودشو ببینه انسان رو ببینه. نظری خواست که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. من نمیدونم این بیت چرا در اغلب نسخ نیست، ولی من خیلی از این بیت خوشم میاد و دوستش دارم. نظری خواست که بیند به جهان صورت خویش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد.